بریم خیلی سریع به یه تردستی با پاستور یاد بدم. برای شروع 2 تا آسو به دوستت نشون میدی و میذاری جلوش. ازش میخوای هر جایی که دوست داشت بگه توقف کنی و این کارت‌ها رو قرار بده. فرض مثال اینجا این کارو برای این کارت انجام میدی و برای کارت بعدی هم به همین شکل. هر جایی که دوست داشت کارتو قرار. حالا که این کارو انجام داد، دست کارتا رو به این صورت میچینی و کارتای انتخابیش رو پیدا میکنی میاری بیرون. همون 2 تا آس. این اولی و اینم دوم. دست کارت رو جمع میکنی و دقت میکنیم که 2 تا کارت انتخابی به دست خودش بوده، هر جا توقف هم که خواستیم کنیم به دست خودش بوده و جالبی کار اینه که دقیقاً روی این 2 تا آس توقف کرد. بریم آموزش رو خیلی سریع بهت بدم. فقط برای شروع کافی این 2 تا آس رو بذاری کنار دوستت و یکی از این آس‌ها رو بذاری رو، یکی از این آس‌ها رو بذاری زیر دست. بعد دقیقاً مو به مو کاری که من کردم رو تکرار کنی. در نهایت میبینی که 4 تا آس میاد بیرون. اگه آموزش‌های بیشتر رو میخوای پیج منو حتما دنبال